شاید چند سال می شده باشد که من در مورد شراب و مذمت او سخنرانی نکرده باشم و خیلی مهم است که یک برادر یا خواهر از طریق شما پیرامونی بدی شراب بداند. تنها شراب بری او برادرایی که شراب میخورند بری اونا نیست که اونا بدیش بفهمند. ما کسایی که میخواهیم که یک شرابی را دستش از شراب بگیریم، ما باید هم مذمت شراب بفهمیم، قباحتش بفهمیم، گناهش بدانیم. روسیایی که شراب به یک مسلمان برادر یا خواهر می آوره متوجه باشیم تا برای او برادر بگوییم که برادر گناه شراب اینی قدر بوده است. گناه آخرتیش، گناه دنیاییش، عذاب قبرش، عذاب حشرش، رسوایی در دنیا و آخرتش از این قبیل بوده است. در شبکه ابونه شدن رو فراموش نکنید، زیرا در شبکه ابونه شدن شما نه تنها به خود یک چیز نمیگیرید، شما از اون شخصانی میشوید که دینمون را پهن میکنید. و همچنان عنوان شراب به خاطر این برای ما مهم است که بعض وقت اگر یک برادر با شرابی محبت میکنه چقدر گناه را متحمل میشه. اگر به او لقمه نان میته و قرض بری او میته پیسه یا شراب، یا با او همکاری میکنه و میگه که برو من خو نمیخورم، این چقدر گناه را میگیره. شاید بعضیا گناه فکر نکنن، در حالی که تقریبا با شراب خوردن گناهش برابر است. یا او برادرایی که شراب وارد میکنند در مزار شریف یا در افغانستان یا در جهان دیگه، اونا چقدر گناه را متحمل میشن. و او برادرایی که حتی کراچیوان است و موتروان است و اونا میفهمن که این شراب است و بار میکنن، اونا چقدر گناه را میگیرن. یعنی بحث مذمت شراب تنها مربوط انسانهای شرابی نیست، بلکه مربوطی هر مسلمان می باشه. خدا کنه که امشب من درست گفته بتانم و شما درست جذب کرده بتانید و به دیگران رسانده بتانید. شراب برادران عزیز در قبل از اسلام و در اوایل اسلام جواز داشت خوردنش، مباح بود، حلال بود، حرام نبود. روی حکمتی که خداوند تبارک و تعالی در همون وقت مردمش البته مضر زیاد نبوده شراب، ولی بعد از این روی که مردم خاصیتاش میگرده، آب و هوا تغییر و تبدیل پیدا میکنه، مردم رو بی‌راه میکشانه، پس شراب از طرف قرآن عظیم الشان حرام اعلان میشه. البته اولین آیه‌ای که پیرامون شراب است قطعا نگفته که شراب حرام است یا حلال است، حتی گفته که شما از آب انگور میتونین که طعامهایتان بگیرین و استفاده بکنین. در اولین آیتی که پیرامون شراب میه. و در دومین آیت خداوند تبارک و تعالی میفرماید که قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. در شراب گناه بزرگ است، اما بعضی منفعت هایی هم برای مردم است، ولی امروز اون منفعت های شراب خداوند از شراب برداشته است. امروز شراب هیچ منفعت ندارد غیر از مضرت. این دومین آیتی است که پیرامون شراب است. حضرت عمر شب میخوابه و دعا میکنه، میگه الهی در مورد شراب درست برای ما معلومات بده. حضرت عبدالرحمن ابن عوف در خانهشان برادرای صحابگان کرام میمان میکنه و بعضی از مسلمانان چون اون شراب به حرمتش اعلان نشده بود، شراب اینا میخورن و سر نماز استاد میشن. بعد از اینکه سر نماز استاد میشن این وجه که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون بگوین، میگن که خدایا ای کافرا آن بت‌هایی را که شما عبادت میکنین ما هم او را عبادت میکنیم، نعوذ بالله من ذلک. یعنی شراب عقل میبره. خداوند جبرائیل علیه السلام آمد، یا ایها الذین آمنو لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. ای کسانی که ایمان آوردین، سوم بار است، متوجه هستین؟ سوم بار است که آیت پیرامون شراب آهسته آهسته تدریجا نازل میشه. یعنی خداوند میفهمونه که بنده ها دین آهسته آهسته تدریجا در قلب مردم میدراید. گفت که ای مسلمان هایی که شما در سر نماز استاد وقتی میخواستین شوین، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، شما قریب به نماز نشوین در حالی که شما مست باشین. یعنی به این معنا که اگر بیرون نماز، ظاهر معنای آیت همینطور میشه، شراب میخورین مشکل نیست. صحابه کرام از شراب خوردن بس میکنن الا ماشاءالله. بعضی از صحابگان کرام که اونا هم در خانه یک از صحابان کرام میمان میشن و امو سری که بر اینا پخته شده میاره از شتر یا از گاو، وقتی که شراب میخورن، بعضی از مسلمان هایی که وقت شراب اعلان نشده بود برای سوم آیت نزول قرآن ای کلی گاو یا شتر میگیرن و بسر یک تن از صحابه دیگه میزنن، چون عقل شراب میبره. عقلشان که خیره شد، آدم هم چه کاری را میکنه بلکه بالاتر رزق کردن و میکنن. جناب محمد رسول الله علیه السلام بیرون شد که سر یک صحابه کله خورده و
افتیره به زمین و بیهوش شده. رسول الله علیه السلام بسیار غضبناک گردیدند. اشارتاً خداوند گفته بود که شراب مضرتش زیاد است. باید در نماز شراب شما نزدیک نشوین و شراب ننوشین. حضرت پیغمبر گرامی خیلی غضبناک میشن و به قهر میدرآیند. جناب عمر رضی الله عنه در اینجاست که میفرماید خدایا پناه به قهر تو و به پناه بعض از قهر حبیب تو به تو پناه میبرم. حضرت رسول الله علیه السلام با گفت جناب حضرت عمر در تبسم میدرآیند که حضرت عمر میگه الهی از قهر رسولت به تو پناه میبرم. در همین موقع است که جناب پیغمبر خدا به قهر است و رو به تبسم شدن. جبرائیل علیه الصلاة و تسلیم این آیت میاره من در اول عنوان خود به شما قرائت کردم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، انما الخمر شراب، جز نیست که شراب، والمیسر و قمار، والانصاب و بتها، یعنی شراب خوری و قمار بازی را پهلوی بت پرستی خداوند ذکر میکنه، یعنی گناهش مقدر است تقریبا. والانصاب و بتها، والازلام و تیرهای فال بینی، بت پرستی، قماربازی و شرابخوری هر چهار تا از گناه اکبر کبایر است، یعنی از کبایر کردن یک درجه بالاتر می باشه. رجسون، خداوند می فرماید که چتلی هست، نجاست هست، بول و براز است، بلکه بالاتر از نجاست و بالاتر از بول و براز می باشد. رجسون من عمل شیطان، از عمل شیطان هست. خداوند هیچ مسلمان شیطان و عمل کننده عمل شیطان نگرداند. فاجتنبوه، پس شما اجتناب بجوین از شراب و یا شما اجتناب بجوین از کسایی که دست به شراب میزنن، صحبت طالح تو را طالح کنند. بعضی جوانان ما هستند که با بعضی برادرای همسنفی هایشان، اندیوالای عسکریشان، کوچگی هایشان، همشهری هایشان، پسر خاله و پسر عمه هایشان، دوستا و رفیقاش رفاقت دارن. او برادر شرابی است ولی این شرابی نیست. به محضی که این با او رفاقت داره با او میگرده ولی او شرابی است. باز یگان مجلس وقتی با او برادر سر خورد، او برش میگه که یک خود صوفی و ملا نکن، یک دفعه است دیگه یک خورد. متوجه هستید؟ یگان خود یگان گیلاسه یک کمی دادنت پر تو. حضرت محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم می فرمایند که هر کس که با انسانهای شرابی نشست و برخاست میکنه در روز قیامت کور حشر کرده میشه. با یک نشست با انسان شرابی جوان، اصلا جوانا به این مرض گرفتار، دور شما جوانا باشه، او کور حشر میشه. پس اول خود متوجه باشیم، برادران خود متوجه باشیم، فرزندان خود متوجه باشیم و اگر احیانا کسی روبرو شود در تبلیغ ما و در عنوان ما و شما یا با تبلیغ و صحبت و پند شما عزیزان که او شرابی باشه، با او به لحن خیلی پر محبت گپ زده شود تا میشه که تأثیر بذاره. ببینید که در صدر اسلام حتی انسان‌های صدر اول اسلام شراب نوشیدن و اونا را توبهشون خداوند پذیرفت. خداوند شرابی های ما و شما را به توبه سوق بدهد و توبه اونا را خداوند قبول دربار خود بگرداند. اما جوانایی که به سوی علما و بزرگان و اولیاء الله و رشته بدان نرسیدند، کوشش کنن خود از او جوانای ناوکار و شرابی دور نگاه بکنن و کسایی که میتونن که شرابی نشون و حتی یک شرابی را برای دینداران و صلاحکاران بیاوره، ای باید نزدیک به شرابی ها شود تا اونا را دست شراب بگیره، اونا را دعوت برای نیک بکنه و اونا را نهی بکنه. اگر ما کسایی باشیم که شراب نخوردیم و انشاءالله نمیخوریم، انشاءالله خداوند ما شما توفیق عنایت بفرماید، ولی اگر ما برادرها و قوما و خویشا و دوستا و اقاربی داریم یا همشهری که داریم او شراب میخوره و اگر ما میگیم به ما چی، بلا بالای ما هم میآید، بلا بالای ما هم میاره. پس ما در مزمر شراب بیاموزیم و دست مردم باید از این عمل شنی و بدبخت کننده و روسیاه آورنده مردم را نجات بدیم. حضرت بیبی عایشه صدیقه روایت میکنه رسول الله علیه السلام میگه یک روز گفت ای بیبی عایشه، یک قریه ای را در بنی اسرائیل که قریه خیلی بزرگ بود خداوند هلاک ساخت که 80,000 صالحینی داشت که برابر پیغمبران عبادت میکرد. بیبی عایشه پرسان کرد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما گفتین که 80,000 صالحینی داشت که مثل پیغمبران عبادت داشت، چطور خداوند مردم را هلاک کرد؟ حضرت پیغمبر علیه السلام میفرماید که در بین قریه بدبختان و روسیاهان، شرابیان و دزدان و زناکارانی بود، اینا اونا را بد نمیدیدند و اینا اونا را منع نمیکردند.
پس ما طبعا که اکثر ما شاید شرابی نباشیم و انشاءالله نیستیم، و اگر کسی باشه مشکل نیست، توبه کنه، عذر کنه، گریه کنه، پشیمان شوه. و تبلیغ ما هم به خاطر امی است که مردم پشیمان شوه. تبلیغ علما به خاطر عقده با مردم نیست، فقط برای محبت با مردم است که از طریق شما جوانان و شما نشنویدان آواز ما به همه جهان اسلام، به برادرها و خواهرای ما که اگر آغشته به این عمل بد شدن، خداوند اونا را توفیق عنایت بفرماید و به اونا توبه نصیب شود. پس عزیزان محترم، خداوند میفرماید که انما یرید الشیطان، جز نیست که اراده کرده شیطان ان یوقع بینکم العداوه. خداوند میگه من دوست شما هستم، شیطان دشمن شما هست. شیطان برای این شراب به شما پیش میکند که عداوت در بین شما تازه نماید، بغض در بین شما بیاورد. شما البته میفهمین که ما در آخر دلو قرار داریم و آل حوت میایه و بعد از اون نوروز میرسه و شما میفهمین که از هر طرف در شهر مزار یک تعدادی میآیند، بعضیا به نیت پاک و بعضیا هم به نیت ناپاک. خب اونایی که میآیند میخواهند که سنت رسول الله علیه السلام تازه کنند و یک بار به مقبره مطهر حضرت علی رضی الله عنه بیاین و دست به دعا بلند بکنن و اونا را وسیله بگیرن که مشکلی نیست بلکه ثواب میبرن. ولی اونایی که اگر میارن در چهارباغ‌های روضه مبارک و در اطراف چهار طرف چوک‌های روضه مبارک قسمت که شما هم دیده این بوتل‌های شراب شکستگی صوبه که وقتی گورن غلطیده است و شراب‌ها نوشدان کرده شده اند و حتی زن و مرد بعضی وقت مخلوط شده، شما دیدید نه پارسال برادران عزیز. این اگر همچه کاری را میکنن، بلای اگر بالای مردم آمد، اگر ما مردم خود من نکنیم، ما مردم خود نگوییم، ما شرابی های خود را از شراب بر نگیریم، بلا بالای ما هم باز میاد. اگر سیلاب بود یا زلزله بود یا جنگ بود یا برادرکشی بود یا تباهی بود، باز بالای همگی میآید، خدای نخواسته. ولی اگر ما بگوییم و دست اونا را لایق زوری ما بگیریم، دولت مردان و بزرگا و علما و رشفیدا و عزیزا و بالاخره خرد و بزرگ، اگر بلا بالای اونا بیاید، بالای ما نمیاد. خداوند بلا را دفع بگرداند، خداوند مصیبت ها را دور بگرداند. عزیزان محترم، پس اینجا خداوند فرمود که سبب شراب سبب دشمنی و عداوت میشه. تفسیر آیات احکام که از جناب احمدی رحمت الله علیه صاحب نور الانوار صاحبش میباشه، او مبارک میفرماید وقتی کسی که یک شرابی شراب بنوشد، این یاد بگیرید برادران از هر کس، یعنی یک کسی که اگر میخواد که یک برادر شرابی رو دعوت کنه که برادر جان تو امتی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، اگر تو یا کسی دیگری خدای نخواست تو شرابی نیست برش بگوین، اگر کسی دیگری شراب میخوره عقلش مختل میشه، یعنی عقل از او عقل زائل میشه، او یک بی عقل شده میمونه. در وجود انسان دو گرگ درنده است، یکی شهوت نام داره و دیگری قهر نام داره. چی نام داره برادران عزیز؟ یکی شهوت، دیگری قهر نام داره. وقتی که عقل رفت، شهوت و قهر بلند میشه. آری نه چوپانی است او، نه عسکری است او، نه قدرتمندی است که عقل نام داشت، او حالی نیست دیگه. شهوت و غضب بیرون میشه، هر کاری که حالا بخواهن میکنن. وقتی که شراب خورد عقل میره، شهوت که برآمد فرق بین خواهر و مادر و خاله و عمل خود نمیکنه. و بارها تجربه ثابت کرده که یک شرابی دور از ما و شما مسلمانان صالحین باشد، حتی با خواهر خود دست به زنا زده، با مادر خود دست به زنا زده، نعوذ بالله من ذلک. علت چی بود؟ عقل رفته. وقتی شراب آمد عقل میره، غضب بالا میشه، شهوت بالا میشه و این است که وقتی شهوت بالا شد تباه شد، وقتی غضب بالا شد عداوت آمد. بعضی‌ها را کشتن، بعضی‌ها را زدن، دشنام دادن و حتی بعضی‌ها یگان گپای از یگان برادر میشنوین که فکر نمیکنه که گپ به شما میگه، بالاخره در جواب برای شما گفته میشه که فکرم نبود، عقلم نبود، هوشم رفته بود. پس شرابیام همینطور هوششان میره و عقلشان میره. خداوند عقل ما و شما را نبره و هوش ما را نبره. و برادرایی که شراب نوشیدن و حتی بعضی خواهران را گفتن که شراب نوشیدن، الله با اونا توفیق عنایت بفرماید. و ای کاش دره عمری رضی الله عنه در کار بیاید و دعوت ابوبکری رضی الله تعالی عنه و اخلاق عثمانی و هیبت علوی، یعنی علی، حضرت علی رضی الله عنه را خداوند حکم فرما بگرداند. جناب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در کوچه ها عبور میکرد، دره مبارک به دست مبارک بود، دره به دست، تا از هیبت عمر رضی الله عنه که شراب نوشیده نمیتوانست. از کوچه ای که عمر میگذشت میفهمین که شیطان فرار میکرد. از یک کوچه میخواست بگذره، یک جوان میگذره عزیزان محترم، به دستش بوتل شراب است. حضرت عمر رضی الله عنه که دید بر خطا شد. ولی اگر امروز
شاید یک اراکین دولتی اگر ببینه مشکل برش نباشه، سبحان الله، نعوذ بالله من ذلک. ولی یک امیر مسلمان رو میبینه و خطا میشه، دستش لرزیدن گرفت. جناب عمر رضی الله عنه نزدیک آمد، گفت جوان به دستت بوتل شراب بود، چی کردی؟ در همین موقعی که جوان به عمر نزدیک میشد بوتل شراب به زیر پتوی خود زد. گفت که الهی شرابی بودم، الان توبه کردم به درباری تو، اما امروز مرا به گیر دره حضرت عمر ندهی پروردگارا. اشک ریخت، گریان کرد، پشیمان شد. خداوند پشیمانیش قبول میکنه. شرابی که دشمنش از دوست میگردانه فقط در یک لمحه دوست خدا میشه. با حضرت عمر نزدیک شد. حضرت عمر گفت که بوتل شراب که به دستت بود چی کردی؟ گفت قربان بوتل شراب نبود، بوتل عسل بود. گفت چی کردی آن بوتل عسل یا بوتل شراب را؟ گفت قربان به زیر قولم است یا به زیر قطیفیم است. عسکری که با حضرت عمر صاحب ردیف بود و اندیوال بود گفت بالا کو دستمال یا قطیفه این جوان را. وقتی قطیفه را بالا میکنه جان جوان میلرزید. گفت الهی عسل بگردان، الهی عسل بگردان. حضرت عمر وقتی که لبان اون جوان تکان میخورد متوجه لبانش بود. وقتی که بوتل بالا میکنه شراب به قدرت خداوند عسل گردد. توبه کرده این جوان، از صدق دل توبه کرده. به خدا قسم امروز اگر توبه صدق باشه همون این جوان امروز افغانی امروز هم مسلمان امروز هم به خدا دوست خداوند تبارک و تعالی میگرده. حضرت عمر فرمود که بوتل عسلات بوتل شراب چی کردی؟ گفت یا عمر رضی الله عنه قسم به خدا بوتل شراب بود، الان خداوند عسلش گرداند. حضرت عمر رضی الله عنه دره را به یک طرف انداخت، سر به سجده گذاشت، سبحان ربی العظیم و علا میگفت، اشک میریختان و خاک را از اشک مبارکش پرنم ساخته بود. این را به خاطر این عزیزان محترم کتابای سیره نویس و پند نویس می نگاره که جوانایی که اگر دست به شراب زده باشند دور از شما باشه و از طریق شما بر اونا میرسونیم که ای جوان، ای برادر، ای خواهر، امروز هم در توبه باز است. خداوند ما را و شما را اهل توبه بگردانه. و اگر ما عمر مشرب هستیم دره ها را به دست ما بدهه و اگر ما ابوبکر مصطفی هستیم زبان ما را فصیح و گویا بگردانه تا مردم را به اخلاق و محبت از شراب و از کدورت ها و از زنا و از بدبختی ها نجات بدهیم. جناب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه را نمیفهم که این قصه بر شما در شب که در موردشان حرف میزدم گفتم یا نه. جناب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه با پهلوی خانهشان یک همسایه شرابی داشت. هر روز این شراب جوان می برآمد و جناب حضرت امام در چوکی تدریس خود میخواستند بروند. جوانم می برآمد از خانه به نیت شراب نوشیدن و حضرت امام هم می درآمد به نیت شربت نوشیدن و درس گفتن و تبلیغ گفتن و محبت کردن. و هر روز بلا ترک حضرت امام او جوان را با حوصله کامل دعوت به دین می کرد، دعوت به درس می کرد، دعوت به گریان و جهاد و عزت و شریعت می کرد. اما او جوان اعتنایی به حضرت امام اعظم رحمت الله علیه نمی کرد و هر شب رفیقان خود را جمع می ساخت و شراب نوشی و های های را می انداخت و سار سرود برپا می کرد. شبی از شبها آواز ساز و آواز نوشیدن شراب و آواز جمع کردن مردمان از خانه همسایه حضرت امام نمی آید. حضرت امام صبح از خانهش بیرون شد. گفتی میشه ببین برادری که شرابی بود و هر شب شراب می نوشید و کونه دوز بود، کونه دوزی میکرد، درست کونه دوزای خوب ما شما باشه و پیسه جمع میکرد، عملی بد دیگه شراب میخرید و با رفیقان خود می نوشید. همین شبی همسایه ما کجا رفته؟ گفتن قربان همسایه را پادشاه اسلام بندی کرده که چرا شراب می نوشی. حضرت امام رحمت الله علیه اساس را میره و پشت دروازه امیر شب دروازه امیر در قلباب میکنه. حضرت امیر بسیار خوشحال میشه که امام مسلمان ها به دروازه او آمده است. گفت قربان خاک پای حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت شویم، مهربانی کنین. گفت نه یک همسایه ما پیش شما بندی است، اگر او را لطف بکنین رهایش بسازین. گفت کدام همسایه‌تان جناب حضرت امام؟ گفت آن همسایه‌ای که هر شب شراب می نوشید شاید امشب توبه نماید. گفت که قربان به روی شما خیرهایش میکنیم. حضرت امام اعظم داخل بندیخانه میشه، شرابی را از دستش گرفت. گفت تو که بارها شراب می نوشیدی، در شراب خوردن خود میگفتی که یک کسی نیست که دست ما را بگیره. این نومار بیچاره آمد دست را گرفت، سرش پایان بود، اشک میریختان. یک بار چشمان خود پایان کرد، دستای مبارک حضرت امام اعظم میبوسید. گفت حضرت امام اعظم تو بعد این همسایه شما غلامی در این نومار ثابت است.
یعنی به این قسم هم بزرگی های کردن بزرگان ما و شما. خداوند به ما و شما هیبتش رو نصیب میکنه، اخلاقش نصیب میکنه، دعوتش نصیب میکنه، دریش نصیب میکنه، قدرتش نصیب میکنه، زورش نصیب میکنه. هر آنچه را که نصیب میکنه نصیب بنماید تا ما دست شرابیان خود را از شراب برگیریم که حالی من عواقبش میگم که در دنیا به چه بدبختی، در جان کندن به چه بدبختی، در قبر به چه بدبختی، در حشر به چه بدبختی شرابی روبرو میشه. و اگر ما با اونا همکاری نکنیم ما هم به همون بدبختی روبرو میشیم. خدای نخواسته. خداوند ما و شما رو به اون بدبختی روبرو نگردانه. حرکت کنیم، اقلا بگوییم، اقلا جگر خون باشیم، اقلا شب خیلی دعا کنیم که الهی شرابیان ما را صالحین بگردان، از شراب عشق خودت برابر ما نصیبشان بگردان. ببینید این لذتی که این مجلس داره این خود شراب وحدت است، شراب عشق خداست، شراب دین محمد رسول الله علیه السلام است. پیغمبری گرامی میفرمایند کسی که از شراب حرام دنیا خورد از شراب حوض کوثری ما در جنت بی نصیب میمانه. خداوند ما و شما را بی نصیب نگردانه. خداوند ما و شما را شراب وحدتی که در جنت برای مسلمانان نوشانده میشه و اصلا انسان تشنه نمیشه و باید مسلمانی که وضو میکنه و دهن خود میشه همین دعا را بگوید که الهی ادو شراب حوض کوثری به دهن من فردا بنوشان که قطعا دیگر تشنه نشوم. خداوند ما و شما را دیگر تشنه نگردانه. بعضی مسلمان ها هستند که به بهانه ای که من مریض هستم و دکتر برای من گفته که دوا شراب شفا هست، شراب دوا هست، شراب مرض صحتمند میسازه. من یک ماهی یک بار یا هفته یک بار ما معتاد نیستم، فقط من هذه دوا میخورم. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرمایند که اگر شرابی را در قبر دفن کرده بشه شما بعد از اینکه در قبر رو دفن میکنین از قبر بیرون بسازین، اگر رویش از قبله نگشته بود من را به قتل برسانین. عبدالله ابن مسعود میفرماید، میشناسین نام مبارک صحابه جلیل القدر است، شرابی را به گور بکنین و بعد از گورش از گور بیرون بسازین، اگر رویش از قبله نگشته بود من را به قتل برسانین. خداوند مسلمان را نجات بده و ما را نجات بده که حتی کمک به اونا نکنیم، قرض به اونا ندهیم. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من اطعم شارب الخمر لقمه، کسی که یک لقمه به یک انسانی که شراب می نوشه میخورانه سلط الله علی جسدی حیات، خداوند مسلط میکند در قبر و در قیامت بر جسدی و مارها و گژدمها را. خداوند نجات بدهد. خداوند نجات بده. برادران عزیز، حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در قبرستان های مدینه منوره بارها شما شنیدین که سنتشان بود، میرفت و دعا میکرد. در یکی از قبرستان ها جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میروند، از یکی از قبرها آواز میبراید که الامان الامان یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. چیزنی نابکاری که طالبمندی که رسول الله علیه السلام با کف پای سر قبر از او عبور میکنه، او که نیکبخت نشه و ما تو نیکبخت شویم. از تو زنی بدبخت نیکبختی که خودش گناهگار است ولی طالی داره که رسول الله سر قبرش بگذره. الامان الامان یا رسول الله. حضرت پیغمبر گرامی از عقب خود نگاه کرد که آواز می آید الامان الامان یا رسول الله علیه السلام. حضرت پیغمبر نازنین اسلام خیلی مهربان بود. گفتم بارها که حد جاری میکرد گریان میکرد، پرسان میکرد که یا رسول الله خودتون حد جاری کردین و باید گریان میکنین؟ گفت که جاری کردن حد خود تطبیق شریعت است، گریان کردن من رحمت بالای امتی است. من امتی خود خیلی دوست دارم. جبرائیل علیه السلام به نگاه رسول خدا علیه السلام از آسمان پایان میشه، میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم این خواهری که الامان الامان صدا زد پرسان نکردی که چرا به چی عذاب گرفتار هستی و چرا معذب شدی؟ حضرت پیغمبر علیه السلام پرسان کرد که ای میت بیچاره ای که از زیر خاک صدا زدی، امان امان زدی سردار انبیا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، چی گناه کرده بودی که به این عذاب گرفتار هستی؟ گفت یا رسول الله علیه السلام 20 سال میشه که به آتش قبر سوخته رایستم، قلبم سوخته، تماما جانم میسوزه، امروز مرا نجات بده یا الله یا رسول الله از گیر قهر خداوند تبارک و تعالی. جبرائیل گفت یا محمد پرسان که چرا زیر قهر خداوند هستی؟ حضرت محمد
صلی الله علیه و سلم روض الفائق نقل میکنه صاحب کتاب روض الفائق که پیغمبر گرامی گفت که ای زن تو چی گناه داشتی از زن از زیر قول صدا برآمد که به خانه همسایه ما شراب میخوردن، به خانه همسایه ما شراب میخوردن. من یک زن خادمه که غریبه که نان پس بودم، به خانه همسایه رفتم فهمیدم که شراب میخورن، نمونا میماران شراب میخورن. من 21 تا نان پخته کردم و فهمیدم که نان به شرابی ها خوران نمیشه، اما من وسیله خوردن نان برای شرابی ها شدم. 20 سال میشه که با آتش میسوزم. حضرت رسول الله علیه السلام سر به سجده ماند، اشک و گریان شروع کرد. امروز رسول الله صلی الله علیه و سلم به خدا قسم است که امروز در زیر قبر مدینه منوره روحاً به پیغمبر خدا جگر خون است. بلای گناهگارایش که ای کاش امینا الامان الامان بگویند، ای کاش چنگ بزنن به شریعت قرای محمدی صلی الله علیه و سلم. حضرت پیغمبر خدا گریان میکرد، جبرئیل آمد گفت یا رسول الله علیه السلام 1 سال عذابش مانده بود، 1 سال عذابش به گودروی شما برداشت شد. حضرت محمد رسول الله علیه السلام بعد از اینکه آمده باشند چقدر پیرامون شراب و بدبختی های او لطف کرده باشند، حضرت محمد رسول الله علیه السلام کتاب بزرگ حدیث به نام ابو داود شریف که در کتاب‌های صحیح سته است، حضرت پیغمبر علیه السلام در اونجا می‌فرمایند لعن الله الخمر، خداوند لعنت به شراب روان کرده است. تنها به شراب نه، لعنت روان کرده است به شراب، یک لعنت روان کرده است به نوشنده شراب، لعنت روان کرده است به فروشنده شراب، لعنت روان کرده است به جور کننده شراب، لعنت روان کرده است به آورنده شراب. از حیرتان شراب وارد میشه، مستقیما متوجه باشید برادران. کانتینر بس خداوند بزرگای ما و شما واقعا بزرگ دینی بگردانند. آورنده شراب ملعون است، خورنده شراب ملعون است، دهنده شراب ملعون است، موتری که کلام میگیره و شراب میآوره ملعون است، اگر جوالی پشت کنه بار شراب ملعون است، و حتی کسی بوی برو پروانه داره ملعون است، و اگر کسی از پول ثواب که این پیغمبر گرامی میگه معنا که درست براتون ابو داود شریف نقل میکنه، از پول شراب اگر کسی بفهمه که فلان شرابی است و شراب فروش است و شراب خن است و پولش از تجارت شراب است، اگر نوش جان میکنه آن نفر هم ملعون میباشد. رواه ابو داود. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند این تنها عذاب‌های است برادران عزیز که در دنیا برای یک شرابی متوجه میشه. لعنت خداوند بالایش میآید، روی دینداران از رویش میروه. یک شرابی بی غیرت شده روز به روز میروه، بیدین شده میروه، از رویش نور ایمان میپره، عقلش زائل میشه و مثل یک کسایی که اونا اصلا انسان نیستن به طرف نا انسانیت رفتن میگیره. خداوند ما شما رو به اون طرف نروه. در روز محشر که بوی جنت به مشام ما از 500 سال را به دور به مشام ما میرسه ان شاء الله. خدا کنه که ما و شما جمله کسایی باشیم که به بینی ما بوی جنت برسه. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که به 3 طایفه بوی جنت حرام است. یکی شرابی است، یکیش عاق پدر و مادر است و دیگه زناکار است. اما در اخیر میفرمایند الا یتوب، اگر توبه نکرده باشد. اگر توبه کرده باشد، بارها گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم، بلند بگویند که صلی الله علیه و سلم که در توبه باز است. اگر این شبم آواز ما را از طریق شما یک برادر شرابی یا خواهر شرابی میشنوه و توبه میکنه، من قسم یاد میکنم که توبه اش را خداوند به دربارش قبول میگردانه و او را رجوع برش نصیب میشه و حتی مقام به او نصیب شوه که به دیگرانی که شراب نخورده بده نصیب نشوه. به این معنا نه که ما شراب بخوریم و توبه کنیم، به این معنا که شرابیان باید دست به توبه بزنن تا رویشان در دنیا و آخرت سیاه نشوه. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نامش شنیدین، حضرت رضی الله عنه مبارک از جمله تبع تابعین است، مبارک بر از تبع تابعین هستند. یکی از امیران عادل مسلمان ها گذشته است، گفت که من خودش میفرماید به مسجد میرفتم، آواز آه و ناله سیاسری به گوشم آمد، استحال شدم به در دروازه عمو زنکه، گفتم خواهر چرا گریان میکنی؟ گفت بچگکم یا برادرکم جان میکنه، اما برش میگم بگو لا اله الا الله محمد رسول الله.
کلمه نمیخوانه یا عمر عبدالعزیز صاحب. اگر شما بزرگواری بکنین داخل خانه قدم رنجه بفرمایین و اگر شما بگوین تلقین بکنین و او کلمه بخوانه و عقلا از دنیا با ایمان بروه. ببینین زنای با دینه نمیگه که نموره یا بموره یا مریض است، فقط از این میترسن که بی ایمان فرزند نسونه دنیا نروه و بیرون برآمده و مردم میگه او علما او اولیاء او بزرگا بچه مرا خداوند توفیق عنایت بفرماید که بی ایمان نروه. حضرت عمر صاحب گفت که من داخل خانه مشرابی شدم، مشرابی است برادران عزیز. نزدیک شدم آهسته آهسته می خواندم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. چند بار خواندم زبان این جوان به کلمه شور نخورد. یعنی اکثرا کسایی که دست به شراب بزنند و توبه از شراب نکنند بی ایمان از دنیا می روند. خداوند ما و شما را بی ایمان از دنیا نبره برادران عزیز. مسئولیت ما و شما برادرکای خود، قومای خود، دوستای خود، کسایی را که میشناسیم دستشان را از شراب بگیریم، عذر کنیم، زاری کنیم، پول مصرف کنیم تا فردا اونا با آتش جهنم نسوزند و بی ایمان نروند. بالاخره حضرت عمر ابن عبدالعزیز میفرمایند که آخرین بار که من گفتم اشهد ان لا اله الا الله، جوان چشم جواد کرد گفت کفرت بلا اله الا الله، کافر شدم به این کلمه که تو میخوانی لا اله الا نعوذ بالله من ذلک. گفت بسیار کریم آمد، از جایم خیستم گفتم بالایش نماز نخوانین، بدنش را نشوین، کفن نکنین، به قبرستان کافران بیاندازیش. بی ایمان از دنیا رفته است. باز از خانه که بیرون شدم پرسان کردم که جوان چی عملی بد داشت؟ گفتن دیگه عملی بد نداشت، شرابی بود، شراب زیاد میخورد. شراب که عقل آدم در زندگی تیره به سعادت طبعا که آدم بی ایمان دنیا میاره. از این خاطر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر شرابی پیش شما آمد قرض بیتی گفت برش قرض نتین. اگر شما برش قرض دادین در حقیقت به کشتن یک مسلمان به همراهش کمک کردین. یا اگر شرابی پیش شما مشکلی داشت اگر به مشکلی او کمک کردین گویی که اسلام را تخریب کردین. و به آن ترتیب رسول خدا علیه السلام میفرمایند، رسول گرامی که چقدر مهربان است و چقدر میفرمایند که شما مریضان را عیادت بکنین، از مریضا احوال پرسی بکنین، اما میفرمایند اگر شرابی مریض میشه احوال پرسی شرابی را نکنین، به مریض پرسی شرابی نروین. حتی در این روایت میفرماید که جنازه شرابی را نخوانین. اما چون روایت دیگه است که رسول خدا علیه السلام میفرمایند که شما هر بد و نیک را جنازه بخوانین، اگر بعض علما جنازه یک شرابی را میخوانند باز مشکل نیست، اگر نمیخوانند مشکل نیست، چون هر دو روایت موجود میباشه. در یک روایت آمد که شما جنازه شرابی را نخوانید و در یک روایت آمد که اونم حدیث مبارک است شما هر بد و نیک را که امتی ما است جنازه او را بخوانید. برادران بسیار کوتاه تیر شدم از گناه و رسوایی دنیایش و جان کندنش. اینال حضرت محمد رسول الله علیه السلام میفرمایند اگر کسی یک قرتی از آب شراب را نوش جان کرده باشه 3 روز مورد قهر خداوند تبارک و تعالی قرار میگیره و اگر در همین 3 روز از دنیا برود خوف کافر رفتنش از دنیا می باشد. یک قرت شراب اگر توبه نکرده باشد. و باز محمد علیه السلام میفرمایند اگر کسی یک پیمانه یک گیلاس از شراب خورده باشد 40 روز مورد غضب خداوند تبارک و تعالی قرار میگیرد. اگر در این 40 روز بمیرد اغلبا گمان این میرود که کافر از دنیا رفته است. اما در مذهب ما شما به این معنا نیست که هر کس گناه کبیره کرد کافر میرود، یعنی اغلبا و اکثرا کسایی که گناه کنه و خدایشان برود کافر و بی ایمان دنیا میرود. خداوند گناهکاران ما شما توبه نصیب فرماید تا کافر و بی ایمان و بی دین از دنیا نروند. حال فکر کنید که یک بی ایمان یک شرابی توبه نکرد و از دنیا بی ایمان رفت، حال وقتی که در قبر میره به چی عذاب گرفتار میشه. ما به این طرفدار این گپ نیستیم شرابی های ما بی ایمان بروند. ما ببینید که نسبت به شرابی های ما میگیم، یعنی اون امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دل ما و شما کی میشه که به عذاب گرفتار شود؟ پس دعا کن عزیزان که خداوند با اونا توبه نصیب بفرماید، بی ایمان از دنیا نروند. یکی از شرابی ها در زمان علامه شعیب صاحب که یک محدث بزرگ است او مبارک میفرماید بارها عالم بزرگی همسایه‌اش دعوت میکرد که شراب نخور ولی میخورد، باز میگفت شراب نخور ولی میخورد. بالاخره راهی یک کسی که شراب به دعوت ما نمیشه راهش چیست؟
باید به همچی یک مجلس آورده شود، یگان بار آورده شود، یگان مجلس ذکری، مجلس مناجاتی، مجلس وعظ و تبلیغی، مجلس نماز و گریه‌ای، کعبه خانه کعبه بیت الله شریفی، در یگان جایی که رحمت در اونجا زیاد اونجا آورده شود، شاید توفیق بیابه. بالاخره جوان شرابی از پهلوی یک مدرسه تیر میشه که در روز حدیث درس گفته میشه که در بحث درود شریف هم براتون عرض کرده بودم. داخل مدرسه میبراید جناب مولوی صاحب که حدیث درس میگفت، در اول حدیث خود میگه که من بالوسیله استادان خود از محمد رسول الله علیه السلام شنیدیم که هر کس بلند بگوید صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم آتش جهنم برش حرام میشه. ایتالی شرابی است، شرابی داخل شده میگه بشونید. وقتی که کسایی که دوره حدیث میکرد شما هم بلند بگوین صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم بلند گفتن و این جوان شرابی هم بلند گفت. یک دفعه به جانش لرزه آمد که تو شراب خورده بودی، گفت الهی از شراب توبه کردم، با یک بار درود محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله و سلم این جوان میره و امیر در دنیا میره. این عالم بزرگوار به خواب میبینه که جواری که شرابی که بارها برش دعوت میکرد و نهی میکرد که شراب ننوشد، اما به گفت این مبارک نمیکرد. شب به خواب دید که در باغچه های جنت چکر میزنه. گفت ای انسان نابکار روسیا، تو این مدال و مقام را از کجا پیدا کردی؟ گفت من درستی که روسیا و گناهگار بودم، اما به مدرسه حدیث داخل شدم که جناب مولوی صاحب این حدیث را ایراد کردن و بلند گفتم که صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم توبه برم نصیب شد، خداوند گناه ببخشید. رحمتی به این عظمت به شرابی ها برسانید برادران عزیز که رحمت اینقدر زیاد است، کرم خداوند اینقدر زیاد است. اگر اونا لطف بکنن و بس بکنن از شراب، به خدا قسم در این شهر شما شاید به 1 لک نفر شرابی داشته باشیم ما شما. در این شهر مزار شریفه که هزاران علما و اولیاء و ذاکرین و عاشقین و مبارزین مجاهدین و نمازخوانان و حاجیان و دینداران هست، به هزارها شرابی هم پیدا میشه. شاید اقارب و دوستای ما شما هم باشه، خداوند اونها توفیق عنایت بفرماید و اگر در مجلس ما هم باشه خداوند برشان توفیق عنایت بفرماید. هیچ مشکل نیست. ای کاش همه شرابیان در مجلس می آمدن که من خطاب میکردم برادر جان شرابیم، ای امتی محمد رسول الله برش میگفتم، ای بنده خدا برش میگفتم تا او را دعوت به طرف جنت به طرف رحمت خداوند میکردم. حضرت پیغمبر علیه السلام میفرمایند کسی که شراب بخوره و از شراب توبه نکنه و در قبر بیفته تا روز محشر به آتش قبر میسوزه. یک تن از علمای بزرگ جناب شیخ ابو جعفر نام داره، لحد میکنه، میخواست که یک مسلمان را به قبر گور کنه. وقتی که لحد میکنه امروز خود تنها قبر میکنه، تنها مرده شوی مرده میشه، اما در سابق اینطور نبود. هر مسلمان افتخارا قبر میکن و هر مسلمان افتخارا برادرش شو میکرد و هر مسلمان افتخارا کفن به برادرش میپوشاند. امروز همه گپ موقوف به 1 نفر شده، کفنکش، مردشوی، قبرکن، در حالی که این در سنت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. همه مسلمان باید یاد قبر و یاد کفن و یاد نشستن مرده ها را بنمایند و یاد مرگ. از این چیزها زیاد به دست می آید. حضرت ابو جعفر صاحب قبر میکن، از قبر یک مار برآمد، بیلور داشت، میخواست مار را بکشه، از قبر صدا برآمد که مار را نکش، این مار جزای شرابی است که امروز در این قبر دفن میگردد. این مار اگر بکشی مار دیگر به دنیا پیدا میکنه خداوند تبارک و تعالی، تا روز محشر شرابی را مار نیش میزند. حضرت ابو جعفر در گریه شد، با مار آن شرابی را دفن کردن تا روز محشر نیش زده باشد. الله به شرابی های ما شما برادران توبه اینا نصیب عنایت بفرماید، رحم کنه خداوند تبارک و تعالی. روزی که حضرت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم میفرمایند، جناب ابو لیث سمرقندی را مهربانی میکنن که حدیث مبارک اون نقل میکنه، میفرماید که پیغمبر گرامی گفتند شرابی وقت روز قیامت از قبرها برمیخیزه، کوزه شراب به گردنش میباشد و بوتل شراب به دستش میباشد، یا گیلاس آن وقت که در آن وقت گیلاس بود گیلاس شراب به دستش میباشد و رویش مثل زغال سیاه میباشد. حضرت پیغمبر نازنین اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که روی سیاه است و در زیر پوستش کژدمها و مارها را میگردند و به پایهایش
چپلک ها یا بوتهای آتشین پوشانده میشه که مغز سرش به جوش میآید. پس الهی رحم به حال شرابیان، خصوصا شرابیان امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که در سینه‌ش نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله، ولی آن چیزی حرامی را که از بول کرده حرام تر است بالای کلمه مقدس لا اله الا الله محمد رسول الله میریزند و در روز محشر به این بی‌آبرویی و به این بی‌عزتی گرفتار میگردند. الله اونا را رحم کنه. حضرت پیغمبر نازنین اسلام صلی الله تعالی علیه و سلم میفرمایند زبان شرابی در روز حشر از دهنش بیرون میگرده و بالای سینه‌اش انداخته میشه و از درون شراب به شکل خون برآمدن میگیره و ریختن میگیره. خداوند شرابیان ما و شما را برادران توفیق عنایت بفرماید و ما و شما را از جمله کسایی بگردونه که ما احساس مسئولیت بکنیم. اگر ما احساس مسئولیت نکنیم و رحم به اونا نکنیم، مسئولیت خود متوجه نباشیم، گناهی را که اونا متحمل میشه کم کمکی بالای ما هم میرزه. خدای نخواسته خداوند بالای ما و شما گناه اونا را نریزانه، رحم بالای ما و شما کنه و جناب روحانیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را از ما و شما خوشنود بگردان. شاعر بزرگوار میفرماید چیز حاصل سوی شراب شدن، چیز حاصل سوی شراب شدن، اول شر و آخرش آب شدن. شراب از دو کلمه شراب، اول شر است آخرش آب است. این در اولش آدم شر و بدبخت و روسیا میگرده و در اخیرش بی آب و بی آبرو به حضور خداوند تبارک و تعالی می ایسته. و ما علینا الا البلاغ. استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین الحاضرین الغائبین. خداوند روح مبارک اشخاصی را که امشب که در پیرامون حتی برادرای شرابی و خواهران شرابی دعوت کردن، اخلاق کردن، درب برداشتن، هیبت کردن، پول مصرف کردن، زحمت کشیدن، گفتم خداوند روح مبارکشان از ما و شما خوشنود بگردانه و ما و شما را از جمله کسایی بگردانه که نشوه کدام خدا نخواد به کدام پره بند مانیم، به کدام جای بند مانیم، به کدام عروسی برویم، به عروسی مزخرف آمیز البته دور از عروسی خوب ما و شما باشه، به کدام میهمانی نادرست برویم و در روز بوتلای شراب باشه و بگوییم که به ما دیگه پروا نداره، ما خود نمیخوریم. اگر ما نمیخوریم هم ما از جمله شرابیان محسوب میگردیم، چرا محمد رسول الله علیه السلام فرمودند کسی که با شرابی هم مجلس میشه در روز قیامت کور اشر میشه. در روز پرسان کرده میشه که برادری که کور نبود چرا کور اشر شده؟ جواب داده میشه که با شرابیان هم مجلس شده بود. خداوند شرابیان ما شما توفیق عنایت بفرماید. خداوند در روز محشر شفاعت محمد رسول الله علیه الصلاه و التسلیم